فصل گل بود، فصل باران بود، فصل سرسبزی همه عالم. اولین بار بر گل رویت عاشق بیقرار گردیدم. اولین بار بر گل رویت عاشق بیقرار گردیدم. بسر نقش خیالی تو، بدیل ذوقی وصالی تو. بسر نقش خیالی تو، بدیل ذوقی وصالی تو. بر روح و بر تن و بر جان شدم بندی جمالی تو. بر روح و بر تن و بر جان شدم بندی جمالی تو. عشق اول یاری دری، عشق اول یاد شیری. همه بود و نبودی من، همه شعر و سرودی من. همه بود و نبودی من، همه شعر و سرودی من. تو بودی و فقط عشق همه نای وجودی من. تو بودی و فقط عشق همه نای وجودی من. فصل گل بود، فصل باران بود، فصل سرسبزی همه عالم. اولین بار بر گل رویت عاشق بیقرار گردیدم. اولین بار بر گل رویت عاشق بیقرار گردیدم. درود دوستان عزیز، همه اون نفرانی که همین حالو در خانه های خود تلویزیون سفینه رو تماشا دارید. این برنامه فضا است چون همیشگی مهمان کاشانه های شما.
شام همتون بخیر و شادی باشد. شکرانه آبادی دیار عزیزمون تاجیکستان آفتابی. این شامینا مهمان ما دوستان عزیز از دیگر مهمانا با کل فرق میکنند، زیرا که یک چهره آشنا هستند. هر روز طریق تلویزیون جهانما به شما درود و پیام سلام میرسونند و این شام با ترانه سرایی و با یک سلام گرم آمدن مهمانی برنامه فضا هستند که ایشان محمد موسی ادریس. من شما را خوش آمدید میگویم، کلی نوازنده ها را خوش آمدید میگویم. خوش آمدید. بیت محمد موسی از تلویزیون سفینه برای مخلصانتان و برای کل هموطنان یک سلام و یک پیام و یک درود گرم بفرستید. جهانی سپاس برای دعوت. اولا درود و سلام خود را به کل هواداران تلویزیون سفینه و مخصوصا برنامه فضا میرسانم. سلامت باشید. بار دیگر تشکر میگویم که این صحنه را در اختیار ما گذاشتید که ما بتوانیم یک چند سرودهای خود را بهر پالیدگی خاطر هر یک ساکن کشور عزیزمان و تماشابینان برون مرزی اهدا بکنیم و تمنای آن را داریم که مقبولشان بگردیم. سپاس. ترانه نخستین سرایدید و گله هم کردید از عشق و عاشقی. خب نخست میخواستم به همین سوال پاسخ بگردانید که با چی و یا با کی عاشق شده و یا دلبستگیتان با چی بود که از آوان خورده و نورسیتان میخواهم یک کمک فواره اطراف یعنی همین سرود بگوید که در آغاز برنامه در مورد عشق، در مورد خب در دورنج یک دل داده قصه کردید. فصل عشق گمان میکنم در حیات هر یک انسان همون زمان حالتی می شود که یک نفر دل داده یک زیباسانه می شود و برعکس همین هم و اون فصل های گوناگون دارد و هر فصلی که انسان عاشق شود اون فصل زیبا است و این سرود فصل عشق، عشقی که قصه زندگانی ما است. یعنی که این متن این سرود به قلم پدرم تعلق دارد. بسیار خوب. و آن از عشقی که پاک و بی‌آلایش است و در اینجا عشقی که به مقصد می رسد. یعنی پایان این عشق یعنی به وصال رسیدن است. و ما همون میوه های همون عشق هستیم و این احساس را این هر نفر عاشق است. و من هم همین وقتی که این مصرع ها را از یک دفتر پیدا کردم آن را گرفتم و بر رشته آهنگ کشیدم و همین ترانه ایجاد شده است. و آهنگ این ترانه با دوست عزیز من جانی بیگ که مرا در این پیراه همراهی میکنند با اون کس تعلق دارد. بسیار یک آهنگ زیبا هم تولید کردید. بسیار خوب و گمان میکنم که همین حالا عضویت خانواده شما نشسته و برنامه ما رو تماشا دارند و افتخار هم دارند که پسر سرود پدر رو البته آهنگ بندی کرده واقعا هم زیبا به گوش دوستداران صنعت والا رسانیدید. بسیار سپاس میگم و شاید بیننده های ما همین حالا پرسان باشن از آن که محمد موسی کجا رو ختم کرده باشد، ختم کرده کدام درگاه معرفت است و بعدا میگذاریم به قسمت دیگر. دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کردم و زمانی که ما در دانشگاه ملی تحصیل میکردیم انسامبل خلقی نوروز در دانشگاه ملی فعالیت میکند و این درگاه است که در آنجا دلخواه نفری که میل و شوق به خواندن خواندن سرودها یا اینکه نوازش یگان اسباب موسیقی یا رقص یا دیگر یا مهارت راویگی باشد دارد، در اونجا یک فضای خیلی خوب است برای رشد دادن همین هنر و مهارت خویش. و من در رشته مهندسی علاقه ختم کردم دانشگاه ملی تاجیکستان را و در این برابر از همون کورس اولی که به دانشگاه داخل شدیم عضو انسامبل خلقی نوروز بودم و با کمک همون استادانی که هر یکی از آنها حرفه‌ای هستند و در آن درگاه فعالیت میکنند ما توانستیم که در جاده همین هنر و آوازخوانی یک کمی استعداد خود را بالاتر برداریم و برای ما یک مکتب بزرگ شد. انا گپ سری کجا می رود؟ گپ سری محبت و دوستداری. مهندس علاقه امروز یک سراینده محبوب، امروز یک روزنامه‌نگار موفق در تلویزیون جهانما که واقعا هم بازم با یک گفتار عمیق میگویم که دوست داشتن، محبت داشتن، دل بستگی بودن به این یا آن کسبیت، به این یا آن
البته پیشه انسان رو میکند موفق. و محمد موسی هم همین گونه است عزیزان دل. خب برادر ارجمند، کاراتون در تلویزیون جهانما چگونه رفته ایستاده است و امروز بند چی کار هستید و چی مسئولیت رو برداشت دارید؟ شبکه اطلاعاتی جهانما چنانه که شما و بینندگان عزیز میدانند یگانه شبکه اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان است و قبل از آن که ما به اونجا مثلا به کار رفتیم همچون یک نفری که باید یاد بگیرد سراور و ما در رشته نطاق برنامه‌های اطلاعاتی خبر کوشش کردیم و از سال 2012 در این جاده همچون نطاق برنامه خبر کار و فعالیت داشتم و عین زمان باشد در برنامه معرفت حقوقی، یعنی برای بالا برداشتن سویه دانش حقوقی شهروندان هر هفته روزهای چهارشنبه با اشتراک یک نفر متخصص همین ساحه دعوت میکنیم و سوالهایی که شهروندان با ما ارسال میکنند در اون برنامه مورد پرسش و پاسخ قرار میدهیم و برای بینندگان در همین جاده کمک میرسونیم. بسیار خوب، دوستان عزیز ما شما را زیاد منتظر نمیسازیم و شاید ذهن شما را همین سوال گردانده ایستاده باشد که محمد موسی چرا مهندس شده کار نکرد، چرا مهندسی علاقه شده کار نکرد. بعد شدن همین ترانه پاسخ دقیق را میشنوید. و ترانه نوبتی چی نام دارد؟ این ترانه چگونه آماده شده است که برای بیننده های ما پیشنهاد بسازید؟ ترانه نوبتی را میخواستم که در موضوع با کل مادران دنیا ببخشیم، چون متن این سرود به روانشاد استاد لایق شیرعلی تعلق دارد و در یک مصرع‌های دیگر استاد میفرمایند که ایا مادر مدار من تو بودی، گل اول بهار من تو بودی، نخشک چشمه شعر و سرودم زیباس سرچشمدار من تو بودی. و بهر مادران کل دنیا میخوام که یک سرود بسازم. بسیار خوب، پس من هم عزیزان دل در همین پیرو میگم که شاعر بسیار خوب تصویر کرده است. میگه چشم مادر نگران است بیا ده رویم، غربت اندوهی گران است بیا ده رویم، معذرت خواهی کنیم از درگاه پدر، گر بهار است خزان است بیا ده رویم، هرچی کردیم صد افسوس که شهری نشدیم، گر چنین است چنان است بیا ده رویم. لطفی زیبای شما است مادرای عزیز و هم دست دعای شما هست که ما فرزندان امروز با افتخار از منبرهای آباد و زیبای دیار اجدادیمان تاجیکستان سخن میگویم. ترانه را یک جای میشنویم، خواهش میکنم. اولین من سرود آخرین من سرود جاویدان من توی مادر توی مادر زمین و آسمان من توی مادر توی مادر جهان بیکران من توی مادر توی مادر در این دنیا که بروی و بمیریست بنیادش یگانه مهربان من توی مادر توی مادر در این دنیا که بروی و بمیریست بنیادش یگانه مهربان من توی مادر توی مادر.
جهان جز تو کس بهتر نمیدانم. به این هم داستانی من توی مادر توی مادر، زیرویت نور میبارد بروی زندگانیم. چراغی دودمان من توی مادر توی مادر. سرودی اولینی من سرودی آخرینی من سرودی جاویدانی من توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر توی مادر. واقعا هم دوستان عزیز از روی مادر به زندگی ما نور میبارد و قیمت این نعمت بزرگ رو دانستن ما فرزندان واقعا این رسالت است به گردنمان. امیدوار هستم که مادران عزیز پدران عزیز از شنیدن این ترانه که واقعا تصویری از بزرگی مادران بود خیلی راحت برداشتید و اگر همین گونه باشید ما خیلی خرسند هستیم. و چون گفته بودیم که شاید در ذهن شما بیننده های عزیز سوال آنه که چرا محمد موسی در اختصاص خوانده خش کار نکرد یا که با اون رشته نرفت، پاسخ میخواهید؟ پس محمد موسی همین حالا امیدوارم که پاسخ میگردونه. چگونه شد؟ چرا؟ من زمانی که طلبه مکتب بودم، در مکتب تحصیل میکردم، تمامی چهاربینی هایی که در داخل مؤسسه تحصیلات میانه میشد در آنها سرودخوانی میکردم و این شوق و شور و این که در دل من بود و من چون به دانشگاه رفتم، ولی چون در زمان تحصیل بازم گفتم که فضایی که در دانشگاه بود و همون برنامه هایی که میشد، یک نوروزی کلان با حشمتی که در دانشگاه برگزار شد و من دیدم که اونجا هنرنمایی میکنن دانشجویان و رفتم با عضویت همین انسامبل دانشگاه خود را وارد کردم و در این رشته فعالیت کردم. همچنین از خوردی یک برنامه امکانیت بود در همین تلویزیون سفینه سالهای 2007-2008 برنامه روی نوار می آمد. اون را با گمانم فاروق صابرزاده پیش می بود. بله، با دلافروز ستاروا. در اون هم اشتراک کرده بودم و تا همون دورهای نهایی هم رفته بودم. در رشته آوازخوانی بود و همین شوق بود و این کارهای ایجادی که هستند فکر میکنم با اون کارهای دیگر خلل نمیرسونند و این شوقی که در دل هست روز باید پیشکش شود یا اینکه برآورده شود و همین گونه هم شد. بله، و همچنین در این هنگام در تلویزیون جهانما در کورس اول میخواندم و رفته در اونجا همون کار راویگی را آموختم سر اول و بسان کار کردم. بسیار خوب، بسیار بهترین برادر عزیز. از عضویت عائله‌تان، خانواده‌تان، مادر بزرگ، پدر بزرگ و اهل خانواده در انتخاب این دو رشته، منظورم روزنامه‌نگاری و سرایندگی، چی میگفتن؟ نظرشان چگونه بود؟ اصلا هر کاری که ما همت میکنیم اگر کاری خیر باشد، خوب باشد، گمان میکنم هیچ یک پدر و مادر ضد نمیبراید به این کار و این کارهایی هستند که همیشه در زیر نظر مردم است و گمان نمیکنم که یگان پدر یا مادر فرزند خود را از همین رشته ها مثلا باز دارد و من که شوق داشتم آنها ضد نبودند و بیننده های تلویزیون ما هم خوب یاد دارند که در زمان هایی که پدر و مادر ما و شما جوان بودند برنامه های به مثل اندلیب شده میگذشت و در آنها هم اشتراک میکردن خودشان در دورانشان و ما هم همین گونه. بله.
بسیار خوب. پس کار تلویزیون مشکل است و یا اینکه آماده کردن آهنگ و سرود؟ کاری تلویزیون البته که خیلی مسئولیت زیاد دارد، چون روبرو با بیننده حرف زدن و همون معلومات دقیق رساندن به سهم بیننده و شنونده. یک تیم کلانی که یک گروه کلانی که کار میکنند پای آماده سازی سوژه، پای آماده سازی گزارش تلویزیونی یا اینکه خبر تلویزیونی و همون جمع بست میشه و آن را نطاق برنامه یا اینکه مجری همون برنامه میرساند. از جمله همین برنامه‌ای که ما و شما اشتراک داریم، بیننده این رو شاید نمیبیند، اما گروه زیاد است که اینجا فعالیت میکنن، برای ما تنظیم میکنن و البته که مسئولیت زیادی ما و شما است که آن را بتوانیم خوب برسانیم. در سمت آوازخوانی باشد، مشکلی اصلا در کدام حالت میشود؟ این کمی جنبه های اقتصادی دارد. مثلا آماده کردن سرود، تهیه یک سرود، تنظیم آواز، تنظیم موسیقی، همین سرودی که انتخاب کرده شده است، بیشتر جنبه های اقتصادی میتواند که مشکلی پیش بیاورد در رشد این کار. بله، البته گمان میکنم هنرمندا همشون میدونند که مثلا همین در این راه رفتن، البته که در زینه های اول بیشتر همین مشکلی هست. البته. بسیار خوب محمد موسی، بار دیگر خوش آمدید به برنامه فضا و گمانم بیننده های ما هم منتظریان هستند که ترانه نوبتی را شنوند. ترانه نوبتیتان چی نام دارد و این ترانه خوب چگونه آماده شده است؟ بگویید، بعداً صحنه در اختیار شما. سلام باشد. ترانه‌ای که حاضر ما اجرا میکنیم دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود که با غزل حافظ شیرازی، خواجه حافظ شیرازی آهنگ در آوردیم با جمع همین دوستانمون و آن را میخواهیم که پیشکش بینندگان گردیم. بسیار خوب است، لطف کردید. مرحمت، ما یک جای میشنویم. دوش در حلقه ما، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود. عالم از شور و شرش خبری هیچ نداشت، عالم از شور و شرش خبری هیچ نداشت، فیدانگیز جهان غمزه جادوی تو بود، فیدانگیز جهان غمزه جادوی تو بود. دوش در حلقه ما، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود. منی سرگشتم از علی سلامت بودم، منی سرگشتم از علی سلامت بودم، دامی را هم شکنی کورای هندوی تو بود، دامی را هم شکنی کورای هندوی تو بود. دوش در حلقه ما، دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود، تا دل شب سخن سلسله موی تو بود. سپاس میگویم برای پیشنهاد ترانه محمد موسی. و برابر دوست داشتن یک کس، برابر محبت داشتن به یک هنر، به یک رشته، همچنین مکتب هنری این یا آن
آوازخوان و هنرمند میتواند نورس را به این راه مثلا هدایت بسازد. شاید مکتب هنری کسی شما را هم به همین جاده خوب هدایت ساخت، همین گونه هست؟ البته هر یک طفلی که رو به صنعت دارد یا اینکه شوق در دل دارد نفر رو میبیند که و برای خود مثلا آرزو میکند که یک روز من هم بتوانم که هنرمند باشم. و خوشبختی باعث خوشبختی تمام هنرمندان جوان تاجیک ما است که استادان صنعتی که در گذشته بهر ما یک مکتب بزرگ فرهنگی یک از خود گذاشتند، باقی گذاشتند که ما میتوانیم که از آنها استفاده ببریم. و زمانی که من خرد بودم و سرودایی را زمزمه میکردم بیشتر از ایجادیات شادروان کرامت الله قربان بود که هنر استعداد ایشان در دل من نیست همین شوق را زیاده گرداند. و چون آدم که به وایه رسیدن میگیرد کلان شدن میگیرد و مکتب های دیگری هم هستند که از آنها آموزش میکند و همین گونه استادان تمام گذشتگان ما و آنهایی که امروز بهر ما و شما هنرنمایی میکنند استادان صنعت هستند، هر یک مکتب خود را دارند و باعث آموزش ما هستند. یعنی از هر گوشه یک گوشه. بله، از جمله من به موسیقی هند نیز توجه دارم، به موسیقی شرق، موسیقی دنیایی و بیشتر از ایجادیات کرامت الله قربان، احمد ظاهری زنده یاد و دوست مراد علی، جمشید اسماعیل، هر یکی که نام میگیریم اینها دارای مکتب خودشان بودن و از هر یکی اینها ما چیزی آموخته هستیم که گوش کردیم و برای خود گرفتیم. بله، بسیار خوب. چند وقت است که مثلا هم در تلویزیون فعالیت میکنید و هم در این رشته تلاش؟ نظرتون چگونه است به این دنیا؟ یعنی برای بازم موفق شدن چی باید کرد به نظر شما؟ سلامت باشید. دنیای هنر اصلا زیبایی پرستی را کی دوست نمی‌دارد؟ و این دنیای صنعت هم یک دنیای زیبا است که مثلا با شنیدن یک ترانه زیبا، یک موسیقی دلانگیز کس روح خود را تازه میکند. و همین جانی که ما در بدن داریم البته با صدای موسیقی مایل شد که به تن ما بدرآید و گمان میکنم هر کسی که هست دوستدار موسیقی هست و یک موسیقی شناس و یک فیلسوف هم خوب فرموده است که میگوید زندگانی ما مثل همون اسباب پیانین است. اگر ما بخواهیم که در پیانین یک موسیقی خوب را بشنویم حتما که ما باید همون تگمه های سفید و سیاه را پخش بکنیم. و در زندگانی ما هم همین گونه است. ما بخواهیم که یک زندگانی خوب داشته موفق باشیم البته که مشکلی ها و روزهای خوب را پس سر میکنیم و پیش میرویم. چون آهسته آهسته به فرجام برنامه این شومینه رسیدیم، چی تمنیات دارید به مردم شریف تاجیکستان؟ با کل مردم شریف تاجیکستان سربلندی، خانه آباد، خاطر جمع را تمنا دارم و بگذار که در فضای خاندان آنها همیشه سرود و موسیقی های خوشی و خوشبختی طنین انداز باشد. سپاس به شما، سپاس به اهل رامشگران برای آمدنتان به برنامه فضا. و بیننده های عزیز، ادامه مطلب محمد موسی را من نیز پیگیری کردم. میگویم که همیشه ما مردم شرفمند تاجیک آیت شکرانه بر لب میاریم از استقلالیت، از وحدت، از یکدلی این مردم کهن تاریخ. موفق و بردم و مسلط و مظفر در راه و کسب و کار و در زندگیتون باشید. رسیدیم به انجام برنامه این شومینه فضای تلویزیونی سفینه. با امید اونه که در دیگر برنامه ها، در دیگر لحظه ها به دیدار همدیگر به خوبی و خرسندی برسیم. ترانه انجامی را محمد موسی ادریس عزیزان دل می سراید. تا برنامه های دیگر، خیر. ای پادشاه خوبا داد از غم تنهای دل
بی دل و بی تو با جان آمد وقت است تو که بازایی ای پادشاه خوبان دایم گلیم بستان شادابونم ایمانم دایم گلیم بستان شادابونم ایمانم دریا بزایی فان را در وقتی توانایی ای پادشاه خوبان ای دردی تو هم درمان در بی سری ناکامی ای دردی تو هم درمان در بی سری ناکامی و یادی تو هم مونیست در گوشه تنهایی گوشه تنهایی ای پادشاه خوبان داد از غم تنهایی دل و بی تو با جان آمد وقت است تو که بازایی وقت است تو که بازایی وقت است تو که بازایی